هر وقت که دختر بلگیت به رستوران میرفت، برای گارسون هتل بخشی زیاد میداد چون که پدرش خیلی ثروتمند است. اما یک روز خودی بیلگیت به همون رستوران که دخترش میرفت میره و بعد از خوردن غذا برای گارسون پیسه و یا بخشی کم میدهد. هنگامی که گارسون به بیلگیت میگه که دختر شما هر بار برای ما پول زیاد میداد، اما شما خب میلیونر هستید، اما از دخترتون کرده پول کم دادید برایم. بلگیت در جوابش میگوید دخترم پدرش میلیونر است، اما پدرم یک انسانی غریب بود. بیاد داشته باشید اگر بالای ما غریبی میاید یا پول رو به مشکل پیدا میکنیم، فایدهش این است که هنگامی که ثروتمند شیم قدر پیسه رو میدانیم و نمیگذاریم دوباره به همون سختی مواجه شیم و هر قدم زندگی رو به بسیار احتیاط میگیریم. و همچنان به یاد داشته باشید که غریبی هم رحمت خداوند است، به خاطری که شما را وادار می‌سازد تا کوشش کنید تا زندگی کامیاب داشته باشید، چون که بدون کوشش هیچ چیز به دست نمی‌آید. از همین خاطر است که پسر بیلگیت مانند بیلگیت نشد. پسر انشتین مانند انشتین نشد. پسر ایلان ماسک مانند ایلان ماسک نشد. شما تاریخ را مطالعه کنید درک خواهید کرد که اکثریت کسانی که کامیاب و موفق بودند تمامشون غریب بودند و کوشش کردند و به دست آوردند و کامیاب شدند. مادر کریستیانو رونالدو از فقر زیاد می‌خواست پسرش را صدق کند. چارلی چاپلین میگفت ما در یک ماه یک وقت هم گوش خورده نمیتونستیم، اونقدر غریب بودیم. مایکل جکسون از فقر زیاد در هتل‌ها میرقصید تا پول و نان فامیل خود را پیدا کند. همین قسم هزارها قصه است تا برای شما ثابت کنیم که غربت مشکلات رحمت خداوند است و گامی است به سوی کامیابی. خبر است در عالم که جوینده یا بنده است، با احترام حضرتی.